چطوری کسکش شریف؟ نوکرت هم داده قربونت برم. چوسیدی پنجره رو با داشتی کیف میکنی نه؟ عدد بشم عشق منه. گرم دادش منم جای تو بودم گرمم میشد. کم بچوس. قولو به من میدی کم بچوسی؟ مرام کشم کن. بستگی داره چی بخورم بابا میدونی؟ مثلا کیر بخوری هم میگوزی؟ نه دیگه اونو دیگه میرینی دیگه. آره. باریکل. خیلی خوب. پس درو با خدا. ببین تو اعصاب نداری. عصبی مصبی این کسکشایی میخوای بزنیم و بکنی. اخوی یه لحظه وایسا 14 پرو مکس گفتی پرو اخوی اس ام اس 59 تومن. تو الان جان؟ اومدی تو مینی چت داری پرو مکس 14 میخری؟ جلوی نه من؟ بچه‌ها قیمت گفتم داشتم اونو میگفتم. خب جانم در خب خدمتتون بفرمایید. آقا 14 پرو مکس چند؟ 14 پرو مکس چند؟ نه چند؟ چند گیگ؟ شو 8 گیگ چند گیگه؟ 80 گیگ. گیگ خوب یه گیگابایتش شد چقدر میشه؟ من بلد نیستم اینشو دیگه. بلد درازه. نه کوتاه برای من. چیز الان چند گیگ تومنه؟ اینا رو ولش کن. چقدر درآمد داری تو ما؟ بستگی داره چند نفر بیان منو بکنن. بلنده نه؟ اسم کردی ها. اوه این چیزه این زامبیه نه؟ آقا زامبی از تو شروع میشه قشنگ معلومه زامبی. الان حرکت میکنه کیرتو گاز میگیره پخش میشه همونجا. بعد ببینم یه سوال داشتم به اون عقب افتاده ذهنی داشتی قیمت آیفون 14 میگفتی اون پول لباس نداره قیافش معلومه بعد آیفون 14 میخره. آخه نمیخورد. کل خودت همه رو میخری. همه رو که میخری. نمیخورم. بکنم تو کونم همه رو. همه رو ببین داری کیف میکنی. من یه دقیقه زامبیه رو ببینم. حال کردی یه دقیقه زامبیه رو ببینم خیلی باحال. حاجی ببین این زاویه که گرفتی خیلی شیک تره. من فکر کردم نه اینجوری که خوابیده بودی من فکر کردم نه دیگه بگیر رو خودت فقط. اون زاویه که خودت گرفتی خیلی شیکه ولی اون وری میگیری طویله است. همین این وری صحبت کن. بچه کجایی؟ اینقدر شجاعم یا اینکه من خارج کشورم تخم آخوام ندارم فاش میدم در میرم تهدیدم بکنی نکسا میزنم هیچ گوی نمیتونی بخوری. ایوب دیوس چطوری؟ من ایوب تو دیوسی؟ تو دیوس تو خود ایوبی؟ ایوب دی؟ ایوب کشاورز؟ تو بانک کار میکنی؟ تو یوفورس بچه یوفورس چیه فدات شم دیگه؟ ببخشید یوسف چیه دیگه؟ من یونرمم فدات شم. یونرمم فدات شم. یعنی برای من تاپ داره نرمه. بابا نکن ایوب دنس سرویس. ببین با این ایوب نشینه یک آدم پافیوزیه سر ورق بازی جیب به تو میزنه. ایوب ما با ایوب فقط پا میشیم نمیشینیم. ابق ایوب خودتی نکنه اسم کیرت هم گذاشتی ایوب باش پا میشی میشینی. میبینی اسم خوشی میذاری رو کیرش خود بزرگ بینه نکنش ولش کن. ایوب انداخ. ایوب سلام. صدات نمیاد. میگه دهنم تکون میخوری که صدام بیاد. آره آره ماره عینک قشنگی فدات بشم. عینک شما خیلی زیباتره. فدات شم. مجری صدا سیمایی این گوشی ها زدی اینجا چجوریه؟ گوینده رادیو. جدا تو کیر منم نیستی فدات شم. نه حالا نه جدا یه تیکه برو ای گویندهی واقعا لذت ببریم. چی برم؟ هر چیه متنیه صحبتیه سلام و عرض ادبی. به نظرم دوتا رینگ لایت هم گذاشته بغلاش. ببین عینکت داره یه دونه دوتاه. یه دونه نه میافته تو شیشه اینک. میافته تو شیشه دوتا میشه. خب پدات هم یه اجرا برو برام. صدات رو اینجوری میکنی میلرزونی به حنجره آسیب میزنه. صدا میلرزونم صدا نمیلرزونم فدات شم. دیدی مثلا اول صبح بیدار میشیم بعدا به حنجره نه فدات شم. خیلی هم میگن من چون کیر رفته تو گلوم اینجوری شده. خیلی سال پیش با موتوری تصادفی کردم دیگه
حیف شد برای شما نرفته دیگه، صدات نازک مونده. چطوری عزیزم؟ روشن کن ببینم سینه‌هاتونو بچه‌ها. بله. سلام عزیزم، مغازه داداشتی؟ هلو مغازه داداشتی؟ خوبی؟ کس عزیزم میام مغازه داداش. سلام آقا. شما از اون مردایی هستی که زنتو با کمربند کتک میزنی؟ خیلی میبینی خیلی جدی. به خدا آدم خواهی نمیکنه با شما عرق بخوره. مخلص شما. آقا کجای شما؟ چه بوفه قشنگی داری بچه‌ها؟ بوفه قشنگیه. بوفه این در یه بوفه هستیه توش کریستاله. چرا کمد ما میگیم کمد. خیلی من چون چیزام هلندم ما این بوفه. هلندیش. بله. شما مثل که وضع مالی تمکن مالی خوبی هم داری. زرق و برق خاصی داره خونتون. با این حال که عرقی پوشیدی تیپ تیریه ولی خیلی خوشگله تصویر. این نشون میده که اجزای تصویر صورت خوبی داری، سیوی پوست خوبی داری، شیر میخوری معلومه. آدم مایداری هستی. تو سنف چی فقط من رو هوا میزنم این کارا رو. معلومه این مغازه داری. هلند چه خبر؟ سلام بر زوج مادر پسر ایرانی، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ ببخشید مادر ماشاءالله انقدر خوب بودن اول لود شد من تا موها شنیدم فهمیدن مادر. حال شما خوب هستین؟ بنازم صدا میاد؟ صدا آره میاد. بعدش جان تصویر چقدر خوبه، وبکم بده. لطف داری عزیزم. لطف. بنده تو کار فیلم برداری هستم اینجا استودیو. دیگه ما بیکار میشیم شبا میام میشینیم اینجا گپ بزنیم صحبت بکنیم. من خارجم هلندم دلم تنگ میشه صحبت میکنم خیلی قشنگ. مادر عزیز صحبت بکنیم. مادر ماشاءالله بزن به تخت. مادرت شما چرا انقدر صافی به حالت چم؟ خیلی پوست نایسی داری. قربون شما. خواهش میکنم. اهل چیزی یا نه؟ اهل دوستی. دوستی از چه نظر؟ از هر نظر. بریم کتاب باغ فیس کتاب بخونیم. شما کجا زندگی میکنید؟ شما صلیب سرخی هم هستی نه؟ بله. بنازم. من تمکن مالی خوبی هم دارم و هلندم. هلند؟ بله. بله. منم دارم میزنم. عرضم بوزه شما که شما کجوم شریفت شم؟ عراق. جدا؟ جای خوش و هواییه. انشالله قسمت بشه حضرت به طلا بیام میرو در عراق. بیا اینجا در خدمت. قربون در خدمت هم اینا آقای بکنیم. در خدمت از اون نظر. تو خیلی پوست خوبی داری. من میتونم سینه‌هاتو ببینم؟ یعنی قفسه سینه‌ت و اینا رو. خیلی پوستت خیلی یه خورده پایین‌تر اگه میشه. نه نمیشه. بسته است؟ اونلی فن داری؟ میگم که بعدت جان شما موبر استفاده میکنی یا همینجوریه؟ نه همینجوریه. خیلی خوشگلی. قربونت آقا. خیلی قشنگی. نه بابا کجا اون قشنگ؟ خیلی عزیز من. یا افکت دادی به دوربینه؟ من نمیدونم. من بلد نیستم. تو مینیشت اصلا نمیشه. میام. من نمیدونم. پوست خیلی صاف و لطیفی داری. خیلی آرامش داره. واقعا دوست دارم بیام سرم بزنم رو سینه‌ها. قربونت. بدبختیم آقا. این حرفات چیه؟ عزیز من این حرفات چیه؟ قربونت برم. من این جای شما بودم بیزنس خوب واسه خودم راه مینداختم. نه بابا تو ایران. تو ایران آره. عراق شروع کن. فکر می‌کنی همین خانم جنیفر لوپز از کجا شروع کرد؟ بچه دامغانه. اول پسته می‌کرد تو کونش. ببین به کجا رسیدی. به خدا میگم تو انقدر خوشگل و جذابی ای بیا اینور رو هوا میزند مجله. ولی اینور کسی نمیزنه. بله نه فکر میکنی جلوت به رود نمیارن ناراحت بشی. نه گوش من لثه هاتو ببینم. لثه مسطو ببینم. لثه هات بخوام ببینم این لبه فدات شم. لثه منظور چیه؟ لثه همین کاسچری که دندونت بهش وصله. بناز ارتودکسی هم کردی و بنازم. آقا خیلی خوشحال شدم. من واقعا سیخ کردم. خیلی خوشحال شدم شما دیدم. شما یوتیوبری؟ من نه چیزم. چی؟ دیراریراریروم پاری روز تو ریدی روم دیراریراریره کیرا هونتونی برشلونة gonna win
This on YouTube. فدات شم شما خوشگلم خودتون حرف بزنم. فدات شم اون وسطیه ولد چموشیه بگو بیاد جلو. فدات شم بیا. ای جان چقدر خوشگلی بچه‌ها. فکر کنم مامان خوشگلی هم دارین. خیلی خوشگلی. نه جدی میگم مامانم قیافه نداشت من شکلی شدم. ولی شما خوشگلین. قربونتون برم. ببینمتون بچه‌ها. تو رو خدا یه چیزیتون رو نشون بدید. من بذارید حال کنم. پول دارم میدم اینجا. نکو چقدر نور روشن کردم. بذارید خور ببینم. نه نمیگیرم. نمیگیرم. ببینم. هر چی نشون بدید هر چی از دوست سیاست نیکوست. موی زبونی چیزی ترقوه چیزی پرپاچه چیزی. تو رو خدا به خدا من اینجا میشینم تو هلند تو اتاقم تنها صبح تا شب جغ میزنم. تو رو خدا با چیز بدی نگفتم که. داداش تو یوتیوبری. داداش تو هم فروشنده لباسی پشمات ریختم. بابا ای والله تو چه قشنگ فیلم می‌کنی. حال کردی؟ ولی یوتیوبری نه؟ اصلا اطلاعات داده کردی بهت دادم برو هاراکیری کن شکمتو بزن پاره کن. آدم به این باهوشی رو دیده بودی؟ نمیدونم چه حس کردم رفت تو من. قربون قنچه لباتون برم. کسک چای من. اسمتون چیه بچه‌ها؟ گیرم تو کس ننت. دایوس منکی مردی که چقدر بی‌فرهنگی تو. وای قیافت ای جان تو. اصخایی میکنم شما دوزین؟ خب بری دوزی کنید. چه وضعیتیه؟ بیکاری بکن ایزم. پول نداری لامپ روشن کنی. بری کاری کن. من ولی دوزدم میگم. برو ایزم ازت میترسم. ازت میترسم. Eisig mag jou ook doen. Niemand mag Eisig mij mag. What the fuck was that? Ach, mag. Meneer, what are you smoking? I'm smoking weed. Oh, I am smoking vape. Oh, vape. Very nice. Can you فشار بدی that in your ass? Can I show this in your ass? Yes, please. But you are now Shkafa. You don't know. I'm not Nashkafa. Abi I am اتفاقا Mishkafa. No. You know what Shkafa is? Yeah, Ishkafa means big dick, golden dick. Meneer, you are high. It's not normal what you say right now. Yes, Do it's you not have a normal. right? Do you have a wife? No, I am jerking. You are Every day. Meneer, jij bent gewoon te Shkafa. Nou, have a آقا nice میگم day. نمیشکافه. هی میگی میشکافه. دایوس، پوفیوس. شما شاعرین یا اون آقایی که گیتار میزنی؟ فقط شما چه گیتاریست است؟ فقط شما در رو بزن. چطوری داشت؟ خوب از این چه شروع خوب داشتیم. نه سلام نه چیزی. یه خورده با هم دیگه زدیم و شروع شد. بچه‌ها چه خبر؟ چیکار میکنید؟ اگه مثل من لنگ کسید لبخند بزنید. نه ما خیلی لنگ کسید. خنده چرا خورد؟ داداش خیلی دنبالت بودم. جدی هم نمیشتسی؟ اینقدر گشتیم تو مینی چت میخواستیم کونتو پاره کنیم. چرا؟ ما الان افتادیم. چرا میخواد منو بکنید بچه‌ها؟ چیه دستا؟ خوب چیزی هست. Hey, what's up? What's up? I'm a dancer. No. Yes, may I dance? Yes. امشب دل من هوس رو تب کرده از عشق تو عاشق شد و تب. Is it good or not? No. What is that for language? That language is Persian. Persian. یکو برگای زارد منو یاد تو میندازم چه زود رسید پاییز بازم ام با این بار تو مال من نیستی. That's Sirvan Khosravi. Music by Sirvan Khosravi. I know one Persian song. What is it? You know Boro Boro? برو دیگه دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت. برو یکی دیگه بیا تو خودت بیا تو فقط تو بیا پلوی من مامانت خواهرت. آجا what? I know that little bit. بچه چطوری؟ تو همونی هستی که گفتی مامامونو میخوای ببینی؟
خیلی بی‌تربیت. من گوه بخورم چه حرفی بزنم؟ آره، احتمالاً گوه خط خوردی. یه لحظه اجازه بدید من توضیح بدم. من میدونم تو داری منو رکورد میکنی. من خب شما رو رکورد بکنم؟ آره کسکش. الان اینو گفتم با سانسور کنی. نه من آدم کسکشی هستم، مشکلی ندارم با این خب قضیه. همین که خودش قبول میکنه یعنی من آدم منطقی هستم. من یه صحبتی بکنم، شاید من خیلی بد صحبت کردم، شاید عذرخواهی کن. بگو ببخشی. به یه شرط. بگو. به چه شرط؟ اول از دلتون در بیارم با یه آهنگ. میشه من با یه آهنگ دلت در نه تو اول میخوای فوش بدی، میخوای برینی نه به والا. به والا که میخوای فوش بدی. نه بس خودش با یه آهنگ دلم در بیار. اسم شریفت چیه؟ به اسم یه آهنگ بخون. سارینا. سارینا؟ آره. زیاد شده این اسم. سارینا خزه روی سنگ مثل عشق تو قلب منه، از دست تو نیست دل من از گریه پره، مثل تو طاقت نداره واسه تو هر دم میباره، دیگه عشقای من طاقت موندن ندارن، نباشی بی تو باز میمیرن میریزن، بی تو هر دم میبارن، تو تموم دنیا میسارینا، تو تموم حرفا میسارینا، تو همه یه لحظه گرم عاشق بودنی سارینا، گوه خوردم سارینا، گفتم ماما تو نشون بدی سارینا، سارینا، کسکشی اگه نذاری دوست چیم، کسکشی اگه نذاری دوست چیم، بریم با هم یه دونه جفشیم، بچه درست کنیم سارینا. بچه درست کن. خب حالا در آوردم. خب من بخونم. بخون. کی دوست داری برات بخونم؟ من اولندش که من از اون آدمای کسلیستی هستم که همیشه میگم لیدیز فرست، یعنی احترامی که برای بانوان قائلم برای پدرم حاجی، قائل نیستم. حاجی هر بگو چی یه اسم خواننده بگو من برات از همون بخونم. صدات به شهره میخوره، کلاغ کونسیا قارقار. نه حاجی نه بلد نیستم آهنگای شهره رو حاجی. جدید بلدی؟ جدیدارو بلدی؟ نه حاجی یه چیز قدیمی؟ پاپ ایرانی بگو. پاپ ایرانی جدید. پاپ ایرانی جدید نمیخونم همیرا برات. باشه. چی این دختره رو بخون. این دختر نشود فاش کسی آنچه لاپای من و تو. نمیخوام، خیلی بیادبی داری میکنی. گو خوردم هر چی میخوای بخون. سارنو میشناسی؟ آره میشناسم جنده. خوب بخونم؟ بفهم. مسخرم نکنی ها. نه. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه بهم چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم. خاک تو سرت، تو این چه صدایی داره؟ بخون عزیزم. دیگه وسط حرفم پریدی نمیخونم. نه وایس صدقه. بگو گو خوردم تا بخونم. از پاهاتو نشون بده، من کف پاهاتم لیست میزنم. این حرفا چیه؟ نمیخوام. نه بگو گو خوردم. بعد من 2 متر قد اینجا عضله مزاله اینا اینجا رو کن. بچه‌ها اینجا نشستم. فقط چربیه حاجی. فقط گو چربیه. خوردی، فقط چربیه. تو گو خوردی این چربیه. جاکش. نمیخونم ها. خب بخواستم کولوی باشه بخون. بیا با هم کار کنیم. بگو تا بخونم. باشه عزیزم. اوکی قبول کرد. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه بهم چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم به تنگار خوابه، ببی برمیگردم باز یه روزی تهران کنارت، تهران کنارت. پرفکتو والیگرانو. ببین فدات شم، با من کانکشن بزنم برات موزیک ردیف بکنم، با من کار کن، من تو کار مدیا پدیام فدات شم. 2 ساله میبرم یه جایی که خدا میدونه. یوتیوب رو ولش کن. الان میگم بیا هم کانکشیم، تو خیلی صدات خوبه. واقعا میگی؟ آره دیگه، من شوخی دارم، جاکش دارم، جدا دارم. آخه همه همیشه مسخرم میکنن. ول کن، من کارم اینه. فدات شم. کارت چیه؟ موزیک. با کیا کار کردی؟ با اونایی که خوابت هم نمیبینی. خب بگو اسم. رحمان رحیمی میشناسی؟
رحمان همونی که با متین کار میکنه. آفرین، از یه چیزایی بارش ها. خب دیگه با کی کار کردی حاجی؟ دیگه بقیه‌شو تو واتساپ با هم صحبت بکنیم. درست نه نیست حاجی اینجا. شماره نمیدم، بگو دیگه با تو کیا گو کار کردی؟ خودت شماره نمیدی میخوای با من کار کنی. ببخشید نه گو خودم. نه واسا ببین آخه ارده کس میگه دیگه. دارم میگم بیا کار بکنیم، ادای تنگاره در میاره. فدات شم. بگو دیگه با کیا کار کردی، من به تو بگم کیه یارو. فدات شم. آخه تو یه چیزی داری میگی نمیگنجه. من میخوام راجع به کار صحبت باستا سکوت کن. بگو ببینم خواننده سوغاچی با میگه سقوط کنه. پاپ مورد علاقت. پاپ ایرانی مجاز. مجاز که 2-3 تا. بگو. واسه فریدون من کار کردم. نه مجاز حاجی، فریدون من نمیشناسم. فریدون آسرایی مجاز نیست؟ من نمیشناسم حاجی، من نمیشناسم. اینو نمیشناسی تو یعنی؟ تو این آهنگو از من نشیدی؟ بگو. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق. نه من با این آدم کار نکردم هنوز. ولی من با این آدم کار کردم. چرا ترکی که میشناسم؟ عشق یعنی وقتی که من عزیزم دختر گلم نمیذاره آخه حرف بزنم. من اول اومد میگفت بگو گو خوردی. بگو با خب گو خورد. کسکش دارم میگم با فریدون کار کردم. بعد دیگه چرا اینجوری میکنی؟ عذرخواهی کن وگرنه میزنم. گو خوردم. آفرین. خب دیگه با کیا کار کردی؟ با مامانت. خیلی داری بیادبی بازی در میاری. خب میگم بس کنیم بحثو. میگم کار کردم، کارم موزیکه، بیا با هم کار کنیم. نکن حاجی من مامانم نمیذاره کار کنم. من راضیش میکنم، بهش توضیح میدم مادرت بیاد استودیو. من استودیو مجوز داره. توی که انقدر بیادبی مامان من پا بذاره تو استودیوی تو با گریه میره بیرون. حیوون من با تو اینجوری صحبت میکنم. با احترام مادرتو بردم بذارم. من خودم بی پدر مادرم. مادرت این همه زحمت کشیده تو رو بزرگ کرده. من بیام جلوش مثلا چی قرمساق بازی در بیارم؟ میگم کارم هنریه. هی داری میری رو مخم، داری عجیب غریب حرف میزنی. میگم بیا با هم کار بکنیم. صدات خیلی نایسه. فکر نکن از اون حول بیا اینجا کار کنیم موقع خوندن انگشت منگشت میکنم. من از آدم کثیف نیستم. حول بودم باید درست صحبت میکردم. من اول این چیزا نیستم. درست میگی. بذار فکر کنم دیگه با کیا دوست داری با کیا کار کنی؟ ولش کن اونا. دوست داری با کیا کار کنی؟ دوست دارم با تو کار کنم الان. خوش اومد. صدات خیلی خوبه. 4 تا خواننده پاپ مجاز بگو. فرزاد فرزین. آقا من عجب آدم عزیزم. میگم بیا با هم. هی حاجی بگو. چتی دیگه. میگم بیا کار کنیم. هی میگی دیگه با کیا کار کردی؟ حاجی من اصلا دیگه نمیخوام تو موزیک کار کنم. خب برو گام شو تو آشپزخونه. غذا درست کن. یه شوهر پولدارم بکن. تو شیکم بزایی هیچی. بعدش هم بمیر. میگم بیا کار کن پولدار شیم. راست میگی حاجی. آیدی تو بذار به تکست میدم. آیدی تو بذار به تکست میدم چیه؟ آیدی تو بذار به تکست میدم. همین مونده. شماره تو بده. آدم با کسی که بخواد کار موزیک انجام بده که این نشه بازی رو در نمیاره. حاجی میگم آیدی تو بذار من به تو تکست میدم. اسکرین شات میگیرم تکست میدم. اینجا غروب نازنین. ماشاءالله. جا کشا آهای غمگینه واسه دست میزنی. قراره تو حین ما موزیک ویدیو چکی بشم من بخورم زمین ویدیوشو دارین شما رکورد میکنین آیا؟ نه اصلا شما رکورد میکنین آیا. Hi. How are you? Hello. I'm good. How are you? You're like an angel. Why? Because you're so beautiful. Beautiful hair, beautiful voice. And I think you have beautiful face. May I see your face? I don't show my face on here, but you can see half my face like that. Wow. This half is enough. This half is enough. Thank you. Are you from Netherlands? Yeah. I am. I want to be a friend of you. And I'm a musician. You're like 10 years older than me. 10 years older than you, but 10 years logical and wiser. A man should be older than the woman in relationship. Yeah, but not 10 years. No, it's not a lot. No one can understand. You have a nice setup though behind you. Thank you. It's yours. Hey, you're welcome.
Yeah. Anyways, It's okay. if I'll be right back. I'll check my Discord real quick and then I'll type my username on Discord. Are you going to check? Yeah. So go and check. I have I will to wait here. leave. I have to leave mini chat because otherwise. So I give you my Instagram. Direct me in there. Then I Okay. can add you. Okay. سلام چطوری؟ سلام عزیزم. به به. سورپرایزم. آقا وایسته دارم جاکشا خفه شید دارم حرف میزنم با آقا. بله. عرض میکنم. بعد شما اهل کجایی؟ ماشاءالله چه ریشی چه پشمی. بابا تو چقدر کاسه بی محلی تو. بشین متریال تو بکش دیگه. دارم حرف میزنم با اون شیشه یه برزنگی. بده به اون. حرف بزن. ببین یه سوال دارم ازت. بابا تو ببین. گوه خوردی جاکش. انا آقا ببینم اتفاقت چند. بده پایین. پایین تر. سلام عزیزم اسمت چیه؟ ما بده پایین پوزموزت معلوم شه فدات شم. بدم میادی کسی نیست تو کادره. مرسی. اسمت چیه؟ من محمدم. اون جاکش بغلت کیه سایش افتاده؟ این رفیقم شده. چطوره؟ شاهینه؟ اینم هست. چطوری؟ اون کسکه. من با اون آخری مشکل دارم. برا دیگه نبینم اتا. تو گوه خوردی خوشبختی کثافت. سلام بچه‌ها. بیرون نمیاد جدا منو میشناسین؟ همه ازش میپرسن که تو یوتیوبر رو دیگه من گیمرم انقدر میشناسی تو آدمه؟ خیلی میدیدم ما با هم حرف زدیم جدا؟ چطوری کیر کوچولو؟ حالت شما چطوره؟ خوب هستین؟ میخوای بزرگش کنم ببینی؟ بله. دوست داری؟ بله. بکنش بسیاری. جان؟ کجا هستی؟ فقط میبرم سر ساختمون بکنی جوشکاری فقط چم در بیار ببینم چقدره. کجا هستی؟ خفه شد درار. من فقط با کیرت صحبت میکنم. با تو حال ببین فدات شم. به به زیباترین تصویر دیدن زنی زیباروست. اینو من نمیگم، تمام عالم میگن، شاعرا میگن، عرفا میگن. جاکش فدات شم دورت بگردم. اسمت چیه دختر خوشگل؟ سلام به زیباروی عالم. حالت چطوره؟ حال چه خبر؟ شناختین؟ چه خبر؟ شناختین منو؟ نه جدا؟ منم شما. من از قرب بچه اسمتون چیه؟ اسم نداری پچان؟ جدی؟ شما چه شما اسم داری؟ مقابی من دیگه من اسم ندارم. آره دوستم اسم جدا؟ دوست داری دختر من باشی؟ من شوگر خوبیم. جدا؟ نه عزیز من هر کاری میخوای برو بکن. فقط من خب بعد اینجوری هم حرف میزنی عادی؟ آره من عادی همینجوری صحبت میکنم. عادی اینجوریم. بعد تو رابطه جنسی بالاترم اساس قربونت برم. گیمر عزیزم شما خفه شو. بعد قربونت برم دختر خوشگل عزیزت دلم. اسمت چیه؟ عزیزم تو دهنه تو ببن. قربون شکلت برم. من دارم با خانوم صحبت میکنم. ای قربونت برم عدسه که بریز رو سر صورت این اینقدر حرف میزنه. آفرین ماشاءالله. به خدا اگه میدونستم کجایی برات کلی کادو و مداد رنگی میخریدم با کلی خوراکی خوشگل بهت میدادم. به این انم نمیدادم. ولی قربونت برم پیر شدی موهات سفید شده جلوش. گذر عمره بدات شم. ببینم ادالا عزیزم. او نه پیر نشدید شما خانومید. بدید پایین ببخشید بده پایین. سلام عزیزم حالت چطوره؟ پیر چیه بابا؟ منم جلو موهام سفید شده. قربونت برم. اسمت چیه؟ لیلا. کجا؟ دانمارک؟ لیلا؟ لیلا در واکن مایم. لیلا جون کجایی فدشم؟ کرمانشاه. قربونت برم پرچمت بالاست. کرمانشاه ماشاءالله. فداتشم بده پایین پوزموزتو ببینم. فداتشم هیچی معلوم نیست دارم دیوار و لوله رو ببینم. قربونت برم لیلا جان. راحت باش با من لیلا. بکش بده پایین عزیزم. لیلا انقدر
لیلا منو نذار تو چیز، منو آنپاس نکن لیلا، بده پایین ببینم صورتت با هم حرف بزنیم. نه مثلا ازدواجم بکنی، مثلا شوهرت بگه لیلا بیا بریم کارت دارم، میگی آره؟ لیلا بوسم میکنی؟ نگفتی اینشو، یه دونه بگو. به به آقا به شما میخوره مفسر ارزم بود شما دینی باشین. حالتون چطوره؟ جان خود دیو اصلا آبم نمیچسبه. از آداره یه رفیقی هم تازه از دستش دادیم. الهی بگردم کی بوده عزیزم؟ یه رفیق گلی مثل خوده، دور از جونه در بود. قربونت برم. وی پی این اومدی بالا؟ پی پی این؟ نه بله. چطور؟ آره بله چون اینجا زده هلند. هلند آره. نفهمیدیم با وی پی این اومدی بالا؟ من آره وی پی این میزنم ولی هلندم. هلند هم هستی؟ بله بله. VPN هم که هستی؟ صدای خیلی خوبی هم داره. قربونت برم. چقدر فوزولی شما فقط شما. فضول نیستم. فوزول عیزم من فوزولی دیگه. چش هیزتو انداختی تو تصویر داری آمار ما رو در میاری، بعد میگی رفیقم از دست رفته فدات شم. عزیزم اینجوری با من حرف نزن. چجوری باید صحبت بکنم؟ صداتو کلوف نکن. صداتو کلوف نکن. عرقیه به خوب برم که نگاه کنم ببینم چی پوشیدی؟ چی؟ کیر چیه؟ میگم عزیزم شما اونا کیه؟ میخوای فضولی به چی بکنی؟ برو ریاض میگی در کمد اولو با ببینم توش کاندوم داری یا نه؟ کاندوم من داخل کمد نمیذارم، تو جعبه عینکم میذارم که همیشه با هم باشه. جدا؟ آره یا تو کیف مدارک ماشین میذارم. وقت عینکت هم میذاری تو جعبهش؟ نه دیگه عینکم که چون اگه این کارو بکنی دیلی پیدا میکنی یا مثلا رانندگی بکنی و تصادف میکنی ولی نمیبینی. نکن این کارو فدات شم. نکن آقا این کیری بازی رو در نیار. احترام اون بنده خدا رو نگه دار. ای بابا این قیق خوبه؟ چرا قلق میکنی فدات شم اینقدر؟ نکنم؟ آخه گفتی قلق زبون فرانسوی داری حرف میزنی. نه من ترکمنم. به آقا خیلی خوشحال شدیم. ترکمن تو ایران مگه داریم؟ زیاده. به اسب ترکمن بنازم بتازمون بتاز اسبی تو خدا قربونت برم. درود بر بانوان زیبا. ولی من تصویرتون واسطه فقط صدا اومد. چرا اینجوری حرف میزنی؟ عزیزم میگم تصویرتون بچه ماته ولی صداتون میاد. ببین گیمر یوتیوبر. گیمر چیه فدات شم؟ میگم تصویرت ماته دورت بگردم. چی میگی بابا؟ عزیزم من چرا هرچی میگم شما من درک نمیکنید. میگم تصویرتون یه عکس ثابت تکون بده جاتو. اینترنتمون ضعیفه. خب فدات شم شماره‌تو بده و اگه ایران سری برات اینترنت بفرستم. ای جان حتما آقا آیدی رو بزن. قربونت دارم من از این آدم حولام پول خرج میکنم. سلام بر پدر بزرگ. پسرم شما خفه شو با آقات دارم صحبت میکنم. سلام بر پدر بزرگ. حالشون چطور قربان؟ سلام قربان. سلام شما. این جوونا احترام بزرگ کوچیک یادشون رفته. اول باید به پدر سلام کرد، با پدر صحبت بکنم. اگر ایشون اجازه دید صلاح داد بنده با شما صحبت میکنم. حالشون چطوره پدر جان؟ اهل کجا هستین قربان؟ تشکر برادر جان. بزرگواری فدات شم. اهل کجایین برادر؟ والله ما اهل سرپور زابیم. سرپور ذهاب. بنازه آقا خیلی بد گذشته این مدت اونجا. ما واقعا اخبارشو دیدیم. ما خارجیم. خیلی ناراحت شدیم. خیلی ناراحت شدیم. امیدوارم که به شما خانم محترم آسیب مالی و جانی نرسیده باشه. تشکر برادر. ممنون. الحمدلله خوبیم. ممنون. خدا رو شکر. پدر جان یه دونم بزن تو سر این بچه یاد بگیره اول بزرگتر بعد احترامشو بذارن. بعد ناراحت میشه. نه ایشون هم ماهه. بوس به کله جفتتون. خیلی خوشحال شدم دیدم. ببین خوشگلی نرو. گو هر کاری بگی میکنم. نرو چیکار کنم؟ یوتیوبری؟ پاک میکنم. اصلا قطع رشته‌مو عوض میکنم. میرم مهندس